کلونا با این همه اذیت کرد. چا کف اصفهان اینم اب باورتون نمیشه چه صدا. آلبرتا کجا؟ خب من حالا من فقط دارم میچرخم تو بتونی یه دونه بذاری آخه. دیدی من راضی به زحمتتون نبودیم. سلام بچه ها، ما اومدیم کایاک سواری و پدل سواری توی لیک نزدیک کمور که توی در واقع 1 ساعته کلگری هست. این دریاچه‌ای که میبینین اسمش لیک هست که توی آلبرتا پارک هست. یکی از چون توی آلبرتا انواع پارک نشنال پارک ها داریم و باید توی کمپ سایت ها رزرو بشه و بعد شما بتونین اینجا بیان کمپ کنین. ولی عین بهشت میمونه، عین کارت پستال میمونه و همچی طبیعتی و خیلی کم میتونی توی دنیا ببینی که انقدر آرامش داشته باشه و سکوت کامل، کوه باشه و دریاچه و جنگل من باشیم. اگه ببینید که الان توی این دوربین و توی این قاب چقدر پشتتون خوشگله، باورتون نمیشه آقا رضا. درست کفی اصفهان من دعا میکنم برای اون وکیل مهاجرتی که به ما گفت طبیعت اینجا چقدر قشنگ. بله بیا بعد مثل صندلی بشین. با سر برو، با سر.
اگه با کله رفتم تو من نمیام. خب بعد من که خیلی هماهنگ پارو بزنن ولی فکر نکنم بتونن با هم ببین من راست دو تا راست بزنی 2 تا چپ که مستقیم آها که سرعت بره بالا. به نظر من پوریا تو هیچ کاری نکن راحت باش. کاش که فقط اینجا بودیم و سکوتو میدیدیم سکوتو میشنیدیم. امینم داره که پدر سواری و دوستان یاد میده. دوستان ببینید کجا اومدیم. سوا چطور بود؟ عالی. بچخ دوره برم ببینه. چطور بود؟ آقا رضا عالی بود. هرکی نگو یا خب ما امروز اومدیم کجا؟ اومدیم یکی از پارک‌های آلبرتا که اسمش بود بو ولی نشنال پارک. ولی خب نتونستیم بریم اونجا بخاطر که واقعا جاده کنگورو بسته بودن و مجبور شدیم بیایم یه لیک دیگه به نام اسپری لیک که اونم همین جزو آلبرتا نشنال پارک است. و ببینید یه لیک پیدا کردیم که واسش یه آیلند کوچیک هست اینجوری دور تا دورش پر کوه و هنوز رو کوه‌ها شما دارین برفا رو می‌بینید. من فقط خواستم یه دور اینجا بزنم که ببینید اینجا کجاست. واقعا یه بهشت. هیچ صدایی نیست، هیچ آنتنی نداریم و بدون اینترنت و فقط این هواپیما داره نویز ایجاد میکنه. همین. چه خونه خوشگلی داری عزیزم. سنگونه اینو میخوری چنچه ما دوم بریم همش خوبه الان 4 تا دیگه اولی رو خوردی برام لایه ازا عزیزم فکر نمی‌کنی یه ذره حجم مایتابه کوچیکه برای این کیک پیتزا کیک چای روغن باید اضافه رگ و روغن میگیره این روغن زیتونه باز میکنه نکن نه بابا روغن زیتون باز میکنه دیگه ببین آشپزی که 100 تا باشه بالا بگی دست باشم بالا خب باد داره میزنه میخواشمون دیگه امروز جان یکی فکرم شوله کمه خب بزنیم ما میتونم
دیگه بذاری رو دسته بذار مستقیم باش جلو هست خیلی راه این جلوتره فقط مستقیم سر کایت آب بده میاد اینجا برسیم که میخواد خیلی داره فرموده این چی میخوام این برو داره نگاه میکنم ببینم که سمت راست ببین سمت راست نگاه بکن اینجا چقدر سرده همین دل کوه همین زمستونه نه همین رسیدیم همه رو راست بزن راست بزن وای چه بایستیده راست دوستان صدا رو فقط اوکی خب بذار من پیاده شم اول اینجا ادامه هم آبشار که میره وسط جنگل همین آبشار است که میشه رودخونه و میریزه این لیک زیبا یعنی خسته نباشی 2 ساعت ما رو آبی شد ما داریم پاره میشیم رو آب شما دوتا ریلکس